سال 1855 وسط برفای سرد انگلستان عجیبترین اتفاق ممکن رخ داد. یه رد پای ناشناس روی برف دیده شد. رد پایی که هیچ جوره با منطق جور در نمی اومد. 80 کیلومتر رد پا بدون هیچ گونه توقفی روی هر سطحی دیده می شد. شاید براتون کمی غیر قابل باور باشه و کمی هم عجیب و غریب، ولی این حرف محقق هاست. خب بریم سراغ ادامه ماجرا و با هم دیگه بشنویم که این رد پای عجیب و غریب دقیقاً چی بوده. صبح 8 فوریه 1855 مردم منطقه دوونشایر با یه چیزی روبرو شدن که هیچ توضیح منطقی براش نداشتن. برف تازه باریده بود، تمیز، صاف و کاملا بی اثر. اما وسط این سکوت سرد رد پاهای ظاهر شده بود که همه چیزو به هم ریخت. نه شبیه رد پای انسان بود و نه حیوان. شکلشون واقعا عجیب و غریب بود. انگار چیزی با یه پای کشیده و تیز مثل سم نصف شده روی برف فشار داده شده. اما عجیبتر از همه این رد پا تا 80 کیلومتر ادامه داشت. نه قطع می شد و نه گم می شد. این رد پای عجیب و غریب حتی از پشت بومای خونه هم گذشته بود. از دیوار صاف بالا رفته بود و از رودخونه یخ زده هم رد شده بود بدون اینکه حتی ذره‌ای شکلش خراب بشه. مردم واقعا وحشت زده شده بودن و در اون دوران فقط یه اسم برای این رد پا انتخاب کردن. کشیش ها هشدار داده بودن که این نشونه حضور موجودات عجیب و غریبه. تمام مردم شبا از ترس از خونه بیرون نمی رفتن. درها قفل شد و شمع روشن شد و ترس همه مردم رو گرفته بود. گزارش‌ها یکی یکی ثبت شد. یه مرد میگفت اون رد پای عجیب و غریب رو روی سقف انبار خونش دیده و یه خانم هم میگفت اون رد پای عجیب و غریب وسط باغچه حیاط خونش دیده شده. خلاصه اون موجود عجیب و غریب توی تمام منطقه قدم گذاشته و یه خانواده ادعا کرده بودن که رد پاها حتی به در خونشون هم رسیده و روی پله ها ظاهر شده، اما هیچ علامتی از برگشت وجود نداشته. انگار یه موجود عجیب و غریب فقط اونجا وایساده بوده و بعد به طور ناگهانی ناپدید شده. تا چند روز بعد از اون ماجرای عجیب و غریب خیلی از مردم نظرهای متفاوتی میدادن. بعضیا میگفتن حیوانات ناشناخته وارد اونجا شده و بعضیا میگفتن کانگوروها از دم خونشون رد شده. اما هیچ توضیحی نمیتونه جواب بده که چطور یه حیوان ناشناخته میتونه 80 کیلومتر توی برف سنگین قدم بزنه، روی پله ها راه بره و همینطور روی پشت بوما قدم بزنه. سالها گذشت اما این ماجرای عجیب و غریب از ذهن مردم پاک نشد. شبهای خیلی سرد مردم هنوز میگن اگه با دقت گوش بدین میتونید صدای قدم ها رو بشنوین. کوتاه، یک نواخت و خیلی آروم، انگار کسی داره از دور به سمت شما نزدیک میشه. هیچ کس نتونه ثابت کنه که اون رد پای عجیب و غریب دقیقاً کار چی بود. نه علم تونه ثابتش بکنه و نه انسان. اما یه چیز بین همه مشترکه. اون شب یه چیز عجیب و غریبی داشت از دل تاریکی رد می شد. چیزی که اصلاً با چشم معلوم نبود. اما این ماجرای عجیب و غریب هنوز توی ذهن مردم باقی مونده. خب ماجرای امشبم تموم شد و با هم دیگه شنیدیم که تصورات مردم راجع به اون رد پای عجیب و غریب چی بوده. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید که هر موقع من از اینجور ویدیوها میذارم اولین نفر شما باخبر بشید. فعلا تا یه ویدیوی بعد میبینمتون.